کمتر کسی میدونه سال 1837 وقتی چارلز رویس تیفانی فروشگاهش رو انداخت اسمش این بود: فروشگاه لوازم هدیه و اشیاء شیک. نه خبری از حلقه نامزدی معروف بود، نه از اون الماس‌های پرزرق و برق. تیفانی از اول یه اصل داشت: هر چیزی که اسم ما روشه باید بهترین کیفیت ممکن رو داشته باشه. همین استاندارد بالا باعث شد کم کم وارد دنیای نقره و سپس جواهرات بشن و جالبه بدونی تیفانی یکی از اولین برندایی بود که باعث شد عیار استاندارد نقره در آمریکا رسمی بشه. بعد کم کم رسید به الماس و اون حلقه نامزدی معروف با پایه 6 شاخه‌ای که امروز تو کل دنیا به اسم تیفانی شناخته میشه، اولین بار توسط همین برند معرفی شد. پس اون فروشگاه کوچک هدیه فروشی با کیفیت، استانداردسازی و هوشمندی کم کم شد یکی از معتبرترین نام‌های لوکس جهان. این یعنی بعضی برندها بزرگ به دنیا نمیان، بزرگ شدن رو انتخاب میکنن.